سلام به علم و روان خوش اومدین. ما اینجا سعی میکنیم با دکتر سینا راجع به سوالای مرتبط با سلامتی که میتونه برای هممون پیش بیاد با هم صحبت کنیم. امروز در مورد یبوست، دلایل و درمانش صحبت میکنیم. علم و روان. ولی سوالی که دارم اینه که علت ایجاد یبوست چیه؟ سلام. خب همه میدونیم که یبوست یه مشکل خیلی شایعه که برای خیلی از ماها حتی آدمای اطرافمون ایجاد مشکل میکنه. این که علتاشو بدونیم میتونه به ما کمک بکنه که یه راه حل مناسب براش پیدا کنیم. حالا سعی میکنیم تو این قسمت هم روی علتیابیش کار بکنیم و هم یک تعدادی از راه حل‌های غیر داروییشو با هم یه بررسی کلی میکنیم. یه سوال قبلش پیش اومد، اصلا کلا تعریفش، چون چند روز پیش یه ویدیو دیدم از یه خانمی که مجبور شده بودن عمل جراحی بکنن با خاطر که 2 هفته یا 10 روز بود دفع نداشت. اصلا یبوست به چی گفته میشه؟ یعنی در یک روز یه بار دفع نداره طرف میگن یبوست، یا 2 روز؟ معمولا این بازه چیه اصلا تعریفش؟ ببین، یبوست کمکار شدن روده بزرگه بیشتر از همه و این کمکار شدن باعث کم شدن دفع و دشوار شدن دفع میشه. یبوست در واقع بیشتر به دشواری دفع و خیلی کمتر بودن از حد نرمال میگن. برای یه نفر حد نرمال ممکنه یکی باشه، برای یه نفر ممکنه 3 بار در روز باشه. معمولا میگن به تعداد وعده‌های غذایی که میل میکنید شما باید دفع داشته باشید، ولی خب این برای همه میتونه در واقع حالت ایدئالیه، میتونه برای همه شایع نباشه، ولی خب این دشواری دفع و مشکلات در دفع، یعنی سختی دفع، این میتونه به صورت تعریف کلی یبوست استفاده بشه. کما اینکه اون فردی که به دلیل نداشتن دفع چند روزه مجبور شدن به جراحی، اون نباید با یبوست اشتباه گرفته بشه. چرا؟ چون اون در واقع انسداد روده است که خب یه برنامه دیگه ای رو میطلبه. اوکی. حل. خب بریم سر علتاش. مهمترین علت یبوست برای همه افراد میتونه تغذیه نامناسب باشه. یعنی چی؟ یعنی یک کسی غذای آماده خیلی مصرف میکنه، فست فود زیاد مصرف میکنه، غذای چرب، خیلی شیرین، در واقع غذای کنسروی، اینها میتونه یکی از علتهای مهم یبوست باشه. کسایی که توی رژیم غذاییشون به مقدار کافی میوه و سبزیجات تو وعده غذاییشون استفاده نمیکنن هم اینها هم مستعد داشتن یبوست هستن. مورد بعدی که خیلی خیلی مهمه، یعنی بعد از تغذیه نامناسب به نظر من دومین مورد مهم هست، کمبود مصرف آب. اینکه بدن رو هیدراته نگه داریم در طی روز، علاوه بر مزایای دیگه‌ای که برای سلامتی ما داره، یکی از چیزهایی است که میتونه جلوی ایجاد یبوست رو بگیره. طی روز این مصرف کم آب باعث کم‌آبی بدن میشه که خب یکی از در واقع نتایجش میتونه یبوست شدید باشه. مورد بعدی که خب متاسفانه تو زندگی هممون خیلی خیلی زیاد اتفاق میفته و موجوده، این استرس و فشار روانی باعث به هم خوردن کارکرد دستگاه گوارش میشه. اون کارکرد طبیعی که از بین میره یا دچار مشکل میشه باعث میشه که بیمار دچار یبوست بشه. مورد بعدی یه تعدادی از داروها هستن که خودشون یه عارضه‌ای مثل عارضه گوارشی ایجاد میکنن که خب یبوست هم مهمترینش هست. مثلا یه سری داروها هست که برای دلپیچه تجویز میشن، آنتیکولینرژیک ها اصطلاحاً بهشون گفته میشه، یا بعضی از آنتی بیوتیک ها که باعث کم شدن تعداد باکتریای مفید روده میشن، یا حتی بعضی مکمل‌ها مثل آهن و کلسیم، اینا میتونن توی مصرف کننده باعث ایجاد یبوست بشن. مثلا مصرف مکمل آهن تو خانم‌ها خیلی شایع هست و این یبوست ناشی از مصرف آهن خیلی خانم‌ها رو درگیر میکنه. مورد بعدی که خب خیلی خیلی قابل پیشگیری هست، این کم تحرکی توی زندگی روزمره است. یعنی شما فعالیت بدنی ناکافی داری که خب این نشستن طولانی، خوابیدن طولانی یا اصطلاحاً تنبلی کردن زیاد که توی یعنی امورات روزمره تحرکات خیلی کم باشه، این خودش باعث ایجاد کم شدن حرکات دستگاه گوارش میشه و نهایتاً منجر به ایجاد یبوست میشه. این علتهای مهمی بود که من تو ذهنم داشتم که اوکی. چیزی که برای من جالب بود، چیز شیرین خوردنم انگار یکی از عوامل یبوست میتونه باشه. آره
ببین خود شیرینی به خودی خود نه، ولی معمولا خوراکی‌های خیلی شیرین خوراکی‌هایی هستن که فرآوری زیادی روشون انجام شده و معمولا این شیرین کننده‌های صنعتی هستن. شیرین کننده‌های صنعتی کارکرد طبیعی دستگاه گوارش رو دچار مشکل میکنه. اون تبادل ایون رو، تبادل آب رو در روده بزرگ دچار مشکل میکنه و باعث میشه که خیلی وقتها این منجر به یبوست بشه. اوکی، حالا بریم سراغ چیزایی که میتونیم بخوریم. یعنی مثلا چیزی که اولش گفتی چیزایی بود که خب خیلی تو زندگی الان روتین فست فود خوردن، چیزای چرب خوردن یا چیزای شیرین خوردن. حالا یه چیزایی که میشه خورد و انگار بتونه آدم به صورت انگار روزمره اینو جزوی از عادت غذایش بذاره، اونو چی میتونه باشه؟ ببین برای هر کدوم از این مشکلات یه راه حل غیر دارویی وجود داره. برای تغذیه نامناسب خب مشخصاً این که شما میتونی به شکلی مصرف مواد غذاییت رو تغییر بدی که باعث بشه اون حرکات دستگاه گوارش به حالت طبیعی برگرده. یعنی چی؟ غذای آماده و فست فود رو تا جایی که میتونی کم میکنی، به جاش مصرف میوه و سبزیجات تازه رو توی رژیم غذاییت زیاد میکنی. یعنی چی؟ یعنی شما با هر وعده غذایی بهتره که حداقل 1 تا 2 کاسه سالاد مصرف بکنی. اگر بتونی بین وعده‌های غذاییت میوه مصرف بکنی، اینا همه باعث میشه که اون تغذیه نامناسب به سمت مناسب شدن بره و دستگاه گوارش به حالت طبیعی خودش برگرده. مورد دیگه ای که خیلی خیلی توصیه میشه به این که بعضی که زیاد مثلا نمیتونن سبزیجات و اینا بخورن، بهشون توصیه میشه که قرصایی که فیبر داره رو مصرف کنن. بعد یه چیزی هم که شنیدم اینه که تنبلی ایجاد کردن، که حالا میگن زیادم نباید مثلا داروهای مسهل استفاده بشه. درست. میخواستم ببینم این مثلا قرصای فیبر اون حالت هم داره که تنبلی ایجاد بکنه یا نه؟ ببین فیبر یه داستان دیگه داره. ما امروز یعنی تلاش هم به این بود که روی بحث غیر دارویش بیشتر تمرکز بکنیم، یعنی روی سبک زندگی بیشتر تمرکز بکنیم. ولی خب این مثلا گام‌های فیبر که توی داروخونه ها موجوده یا به صورت پودر، به صورت‌های دیگه، به صورت ژله، اینها رو توی داروخونه ها فروش میره. اینها در واقع فیبر هست که داخل بدن آب جذب میکنه و منتشر میشه توی روده، باعث میشه که اون یه حالت لوبریکانتی برای روده ایجاد بکنه و یه حالت مثل روغنکاری بشه روده و مشکل دفع ایجاد نشه. 1 2 اینکه این فیبرها داخل دستگاه گوارش همینطور که آب به خودشون جذب میکنن، یک حجمی میدن که باعث میشه که تراکم مدفوع در روده بزرگ کمتر بشه و راحت‌تر خارج بشه. این تراکم و خشکی مدفوع هستش که یکی از موارد آزاردهنده یبوست رو ایجاد میکنه. این ببین داروهای مسهل و فیبرها اینها با هم متفاوتن. داروی مسهل به صورت مرکزی میاد، اون حرکات روده گوارش رو بیشتر میکنه و باعث میشه که جذب آب از روده بزرگ کم بشه، یعنی مدفوع مرطوب‌تر میمونه و این مرطوب‌تر موندنش باعث میشه که راحت‌تر انجام بشه. ولی فیبرها همونطور که گفتم اینها خودشون آب جذب میکنن، نیازی نیستش که به صورت مرکزی بدن باز جذب آب رو از روده بزرگ کم بکنه. بنابراین فیبرها مشکلات داروهای مسهل رو ندارن و ملین نیستن. و تو اکثر بخشای صحبتت انگار از هر جایی که صحبت کردیم احساس کردم به یه آب اشاره داری میکنی. درست. این آب خوردن کلا میتونه کمک بکنه، چون حتی اون فیبر هر چی که داریم صحبت میکنیم میگه یه بخشش یه آب خوردن یا آب. این مایات، مصرف مایات به صورت عمومی کمک میکنه، ولی خب تاکید من روی خود آب هست. چرا؟ چون وقتی که میگیم مایات خیلی ها اون رو با چای مثلا اشتباه میگیرن یا با نوشابه یا دوغ اینها اشتباه میگیرن. برای اینکه اهمیتش رو بیام بگم، مثلا دوغ خودش یکی از مواردی که برای درمان اسهال میاد استفاده میشه. چرا؟ چون خاصیت قابض داره و این میتونه مصرف دوغ میتونه این وضعیت یبوست بیمار رو بدتر بکنه. توصیه که من به هر کسی که درگیر این مشکل هست دارم اینه که حداقل روزانه بین 6 تا 8 لیوان آب مصرف بکنه
و این آب سالم باشه، نه یعنی با چای و نوشابه و نوشیدنی های دیگه آبی که تغییر پیدا کرده نباشه، آب نوشیدنی بهتره. و خب البته آب میوه ها هم اگر که به صورت نکتار باشه اونها هم بهتر هست که استفاده بشه. بس بخوام یه جمع‌بندی بکنیم، اگر اشتباه داشتم به هم بگو، چیزایی که میتونه کمکمون بکنه که از شر یبوست خلاص بشیم یا به بهبودش کمک بکنه: تغذیه سالم هست، مصرف سبزیجات حداقل 2 تا 3 کاپ انگار 3 کاسه با هر وعده غذایی، مصرف آب 2 تا 3 کاسه در طی روز کافی، یعنی شما در طی روز کافی. آره. مصرف آب، افزایش تحرک بدنی، بله. همون ورزش محسوب میشه، درسته؟ ببین خیلی نیاز نیست به صورت، یعنی کلمه ورزش رو که میگی خیلی‌ها فکر میکنن که ورزش حرفه‌ای مد نظره. حداقل 20 دقیقه پیاده روی متوسط در روز، خیلی سریع هم نباشه، اون تحرک رو ایجاد داریم اجرا میکنه. آره. و استرس و فشاره که استرس محیطه که حالا اونو کم کردنش رو میتونیم یه ویدیو در موردش داشته باشیم که چجوری اشاره بکنم چطور سریع‌ترین و راحت‌ترین، مهمترین در واقع مسئله این داشتن خواب راحته. وقتی که خواب آدم تنظیم بشه، بخش زیادی از اون شرایط استرس قابل تحمل‌تر میشه. خیلی جالب. مرسی. بعد برای مورد دارویی هم چون تو اشاره نکردی، اون افرادی که به خاطر مصرف بعضی از داروها دچار یبوست میشن، برای کنترلش بهشون توصیه میکنیم که هر دارویی رو در درجه اول تحت نظر پزشک یا داروسازشون استفاده کنن. در کنارش اگر تداخل با داروشون نداره، استفاده از ماست طبیعی هست و همینطور مکمل‌های پروبیوتیک، چون خودت میدونی ماست طبیعی هم توش تعداد زیادی باکتری‌های مفید هستش که میتونه باعث جایگزینی باکتری‌های مفید روده بشه که از دست رفتن مثلا طی فرآیند مصرف آنتی بیوتیک. خب این فرآیند هضم غذا و بهتر کار کردن دستگاه گوارش رو بهش کمک میکنه و در بعضی از افراد هم میتونیم بهشون استفاده از مکمل منیزیم توصیه بکنیم که خب اینم باعث کم شدن مشکل یبوستشون میشه. در حد 30 ثانیه در مورد منیزیم یه توضیح میدی؟ حالا میتونیم بعدا یه ویدیو کامل در موردش بگیریم. ولی منیزیم یکی از عناصری هستش که بدن بهش نیاز داره. کم شدن غلظت منیزیم در بدن میتونه باعث ایجاد مشکل یبوست بشه. این توصیه که ما میکنیم مکمل منیزیم مخصوصا به فرم سیترات میتونه این مشکل یبوست رو حل بکنه، ضمن اینکه به خواب راحت و کم شدن استرس و اینها هم میتونه کمک بکنه. یعنی از جنبه‌های دیگه هم مفیده. مرسی، ممنون. تو ویدیوهای بعدی میبینم. حتما.